في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت في كتاب الله قلبي صار حي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. در یکی دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و سروران هستیم. ما انسان ها خیلی وقتها در راه اطاعت و فرمان برداری از الله متعال بهانه هایی پیش میکنیم. یکی از این بهانه ها اینه که من میخوام خوب باشم، دوست دارم، اما دور بریام نمیگذارم، اما همسرم اجازه نمیده، اما پدر مادر نمیگذارم، اما فرزند و قوم و خویشاوند و جامعه و منطقه اجازه نمیده. نمیشه، نمیتونم. الله متعال برای کسانی که این گونه بهونه میارن، این حرفا رو میزنن، مثالی میزنن، مثالی که در اون انسان میمونه، بدن انسان به لرزه میفته. وقتی که تصور میکنه اشک به چشم انسان جاری میشه، از خودش خجالت میکشه. وقتی که این مثال رو الله متعال مطرح میکنه و از ما مؤمنان میخواد تا به این مثال خوب دقت کنیم، فکر کنیم، تفکر کنیم که اگر خودت بخوای هیچ کسی نمیتونه جلودارت باشه. اگر خودت بخوای که خوب باشی از خودت شروع میکنی و هیچ کسی نمیتونه جلوی تو رو بگیره. اگر بخوای. الله متعال در سوره مبارکه تحریم در آیه 11 برای ما مثالی میزنه. در آیه 10 قبل از این آیه الله متعال مثال دیگری زده بود درباره کسانی که فکر میکردن همنشینی و همراهی و ارتباط داشتن با اولیای الله متعال به تنهایی بدون اینکه عملی داشته باشن و ایمانی، فکر میکردن این به درد اونها میخوره. الله متعال با ذکر مثال همسر نوح و لوط علیهم السلام این تصور و باور اشتباه رو کاملا رد فرمود. در این آیه 11 در ادامه این صحبت الله متعال مثال دیگری میزنه برای کسانی که فکر میکنن اگر دور بری ها بد باشن نمیشه خوب بود. مثال اول برای کسانی بود که فکر میکردن اگر دور بری ها همه خوب باشن تأثیرش به این هم میرسه کسی که خوبه، چون دور بری ها خوبن، این اگر بد هم باشه بالاخره از خوبی اونها این هم یک روزی ولو این که عمل نکنه، ولو این که مثل اونها نباشه به نوایی میرسه. الان نقطه مقابل رو الله متعال در آیه 11 ذکر میفرماید که اگر همه دور بری ها هم بد باشن اما تو اگر بخوای میتونی خوب باشی. و این توجیه قابل قبول نیست که میگی جامعه نمیگذاره،
من میخوام ولی نمیشه. پدر، مادر، خواهر، برادر، قوم و خویش نمیگذارن. نه، اگر حتی بگی من یک زنم، اختیارم دست شوهرمه، از خودم اختیاری ندارم، شاید کم اختیارترین در اعضای خانواده زن باشه، چون تابع شوهرشه. زن همیشه تابع شوهره و خیلی کم پیش میاد که زن بتونه در برابر حکم شوهر مقاومت بکنه. خیلی وقتا شنیده میشه خانمی میگه من شوهرم دوست نداره حجاب بکنم، روسری بپوشم، چادر بکنم، پایبند باشم. الله متعال مثال میزنه. وضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا، الله متعال مثالی میزنه برای کی؟ للذین آمنوا، برای مؤمنان، برای بچه مسلمان ها. للذین آمنوا، برای کسانی که ایمان دارن، برای مسلمان ها الله تعالی مثال میزنه، الگو مطرح میکنه. امرأة فرعون، زن فرعون. چه مثالی، چه مثال عجیبیه. الله متعال در قرآن که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده و مخاطب اول خود رسول صلی الله علیه و سلم است و مؤمنین و مسلمان ها همه مرد و زنشون، مثال میزنه. یاد بگیرید ایمان رو از یک زن. کی اون زن؟ زن فرعون. زن فرعون. فرعون کی؟ فرعون کسی است که میگفت انا ربکم الاعلی. پادشاه مصر بود در زمان موسی علیه السلام و اینقدر قدرت داشت که در تاریخ زمین به مثل اون ما نداشتیم. در تاریخ کره زمین به مثل فرعون نداشتیم. در یک تعبیر ساده تر، پادشاه کل کره زمین یا بخش اعظمی از کره زمین. فرعون یک انسان بسیار ظالم، بیرحم، تا جایی که بچه ها رو وقتی به دنیا می اومد سر می برید، چون خواب دیده بود که یکی از این بچه ها بزرگ میشه و ملک و پادشاهیش رو از دست میده به خاطر اون بچه. ظلم ها کرد، تجاوز ها کرد، شکنجه ها کرد، ادعای خدایی کرد. از این بالاتر دیگه چی بود؟ ادعای خدایی کرد، گفت انا ربکم الاعلی، خدای شما منم. مردم میپرستیدنش. در قصرش یک بانو زندگی میکرد که فرعون اون رو خیلی دوست داشت، به اسم آسیه بنت مزاحم، همسر فرعون. آسیه همسر فرعون. آسیه همسر فرعون، همسر پادشاه زمین. ساده تر بگم، ملکه روی زمین آسیه. وقتی صحبت از آسیه میکنیم، ملکه روی زمینه. همونقدر که فرعون در بین مردها مقام داشت و جایگاه داشت، آسیه در بین زنهای روی کره زمین جایگاه داشت، جا داشت، مقام داشت. زن پادشاه است، محبوبه پادشاه است. آسیه همسر فرعون، ملکه روی زمین. تصور کنید، زن پادشاه زمین، زنی که شاید کل قاره آفریقا و قاره بخشای از اروپا و قاره آسیا رو شوهرش داره، حکومت میکنه، حرف اول دنیا رو میزنه. اینم زن اول دنیاست، ملکه دنیاست، نه یک کشور، نه یک شهر. آسیه همون کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دربارش فرمود کمل من الرجال کثیرون، از مردها خیلی ها به کمال رسیدن، اما از زنها در یک روایت فقط آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران به کمال رسیدن و در روایت دیگری 4 نفر رو ذکر فرمود. آسیه همسر فرعون، مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم.
آسیه، این بانویی که به کمال رسید، ملکه روی زمین، این ایمان آورد به موسی علیه السلام، پسرخوانده‌اش ایمان آورد در داخل قصر فرعونی که دشمن سرسخت موسی علیه السلامه. الان همسرش ایمان آورده به دشمنش، یعنی اعلان جنگ، یعنی مستقیما به مبارزه طلبیدن فرعون. کجاییم ما؟ اون دختر خانمی که فقط به خاطر اینکه تو خیابون میره بهش میخندن چادر از سرش برداشته و حاضر نیست که چادر بکنه و حجاب بکنه. کجاییم ما؟ اون خانمی که به حجت اینکه چون شوهرم دوست نداره من نمیتونم روسری سر کنم، باید فلان لباس رو بپوشم، فلان لباس رو بپوشم، من نمیتونم روزه بگیرم، من نمیتونم نماز بخونم چون شوهرم نمیخواد. فرعون در اوج جنگ با موسی علیه السلام آسیه ایمان میاره به موسی، بهش میگه برگرد، میگه بر نمیگرد، راهشو پیدا کرد. آسیه قصر داره، قصری که در تاریخ مثل اون ساخته نشد. صدها بلکه هزاران خدمتکار و نوکر و چاکر داره. انقدر طلا داره که شاید در خزانه های دولت های امروزی نباشه. انقدر قدرت داره که با یک اشاره میتونه هر کاری درش بخواد بکنه. این زن ایمان میاره. ایمان آوردن به موسی در برابر فرعون یعنی چی؟ یعنی پشت کردن به این قصر، یعنی پشت کردن به اون مال و ثروت و جاه و مقام، یعنی دشمنی فرعونی که میگه من خدای شما، یعنی که دست دادن همه این نعمتهای دنیا. آسیه حاضر همه اینا رو فدا کنه تا ایمان بیاره، اما ما حاضریم ایمانمون رو به راحتی بفروشیم تا دل شوهر رو به دست بیاریم، تا خوشگل‌تر دیده بشیم. تو خیابون وقتی که دختر خانم میخواد بره بیرون، خانم میخواد بره بیرون، اگر چادر بپوشه خدا بهش جمال داده، این جمال رو نمیبینن مردم، باید ببینن که ماشاءالله چقدر خوشگله این. ایمانش رو فدا میکنه تا مردم ببینن این گناه بکنه و مردم هم گناه بکنن. نه فرعونی بالای سرش هست، نه زوری، نه اون ثروت رو داره، نه اون قدرت رو داره، نه اون مکانت رو. و شوهرش هم هرچی بد باشه از فرعون که بدتر نیست. به اندازه فرعون که زور نداره و قدرت نداره. فرعون چی کار کرد؟ گفت یا ایمان میاری به من دوباره و بر میگردی از موسی، یا اینکه عذابت میکنم. قبول نکرد. تن آدم میلرزه وقتی تصور میکنه در قصر فرعون با اون عظمت قدم بزنی، بگردی، وارد بشی در قصر، ندونی که به بناها نگاه بکنی و به اهرام و به این قصر و خدم و حشمش، و یا این که به ثروت‌هایی که ریخته. و همینطوری که داری میری جلوتر ببینی که در گوشه ای از این قصر فرعون شلاق به دست گرفته و بانویی رو به 4 میخ بسته و داره شکنجه میکنه. شاید اولش انسان فکر بکنه که کنیزی بیادبی کرده، دزدی کرده و فرعون خیلی از دستش عصبانی. اما وقتی که انسان جلوتر میره و میبینه که این بانویی که اینجا داره عذاب میکشه ملکه روی زمینه، محبوبه فرعونه، بانوی این قصره، آسیه است، شاید باور نکنه. باورش مشکله، به والله مشکله باورش، تحملش خیلی سخته. اگر قرآن نمی گفت که این اتفاق افتاده و این زن وجود داشته، انسان باور نمی کرد که همچین انسانی وجود داشته باشه.
قلبیه این قلب، چه ایمانیه این ایمان، این چه انسانیه که همه این ثروت و قدرت و نعمت رو پشت پا میزنه. این ایمانه که میشه الگو. قبول نمیکنه، زیر شکنجه است. محبوبه فرعون، ملکه روی زمین آسیه، در زیر شلاق فرعون مورد شکنجه است و عذاب میبینه. به خاطر چی؟ به خاطر ایمانش. چون میخواد پیش الله سرخم کنه، نه پیش فرعون. چون میخواد پیش الله سجده بکنه، نه پیش فرعون. چون میخواد به بهشت برسه، نه به مال دنیا. چون براش ثروت‌های این دنیا فانی هن. به مال دنیا، به حطام دنیا، به این قصر، به این قدرت، به این فرصت در خوش نمی کنه. میدونه که همه این از بین میره و حتی میدونه که همین شکنجه‌ای که الان داره میشه، که شاید هیچ کنیزی در قصر اینجوری شکنجه نشده، که ملکه این قصر داره شکنجه میشه، همین هم فانیه. الله متعال فرمود و ضرب الله مثلا. الله تعالی برای شما مثال میزنه. الله متعال با افتخار برای ما بیان میکنه. ای مؤمنین یاد بگیرید. بنده ای داشتم اسمش بود آسیه. این بنده اینطوری بود. و ضرب الله، من برای شما مثال میزنم. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. زن فرعون بود. اسمش رو الله متعال نیاورد. همین که زن فرعون فرمود الله متعال، این معنا خیلی وسیع تره، عمیق تره تا میگفت آسیه. زن فرعون، فرعونی که در قرآن بارها اسمش میاد. حکایت موسی علیه السلام، پیامبری که بیشترین اسم رو در قرآن داره، بیش از همه اسمش تکرار شده، جنگش با فرعونه، با همسر این زنه، امرأة فرعون. بیاد بیارید. الله متعال میاد این قسمت رو فقط ذکر میکنه از آسیه. این آخرش شد. این جایی که زیر شکنجه، به حدی شکنجه شده این بانو، به حدی عذاب کشیده که دیگه این جان و این روح داره جدا میشه از این جسم مطهرش و این روح داره پرواز میکنه در زیر شلاق‌های ظالمانه اون ملعون فرعون. الله متعال میفهمد اون لحظه چقدر برای الله متعال قشنگ این لحظه که برای ما تصویر کشیده. این لحظه اذ قالت، اون لحظه‌ای که میگفت رب ابن لی عندک. رب یا رب بوده در اصل، ای رب من. در زیر اون شکنجه از این طرف شلاق‌های ظالمانه فرعون و از اون طرف قلب مستحکم آسیه و دعاهایی که به آسمان میره و میشکافه آسمان رو و ثبت میشه در قرآن کریم. رب ابن لی عندک، ای رب من، ای خدای من، ای معبود من، برای من بنا کن عندک، پیش خودت. بیتن بالجنه، من یه خونه میخوام در بهشت پیش خودت. از دست این که به دروغ ادعای خدایی میکنه در زمین، در قصر این من آرامش ندارم. من قصر میخوام پیش خودت. عندک، اول عندک رو ذکر کرد، بعد بیتن فی الجنه رو. ابن لی عندک، بنا کن برای من پیش خودت. بیتن، یک خونه در بهشتت. من این دنیا رو، این قصر رو، این حکومت رو، این ثروت رو، این قدرت رو نمیخوام. من این ظالم رو نمیخوام. شوهر منه، نمیخوامش. چرا؟ ادعای خدایی میکن. چرا نمیخوایش آسی؟ مگر بهت پول نداد؟ مگر به تو ثروت نداد؟ مگر به تو عزت نداد؟
مگر دوستش نداشت؟ مگر هر چی خواستی برات آماده نکرد؟ مگر صدها خدم و حشم برات نگذاشت؟ چیزی بود در دنیا بخوای برات نیاورد؟ بله، همین کارا رو کرد. اما من اینها رو نمیخوام. اینها در قلب با من نمیان. من ایمان میخوام. من الله خودم رو میخوام که این ظالم نمیگذاره. این میگه منم خدای تو، بعد منو بپرستی. من اینو قبول نمیکنم. من ایمان خودم رو به کل ملک این نمیدم. نمیخوام. کجان دختران امت اسلامی؟ کجان زنهای امت تا ببینن آسیه رو؟ کجان مردهای امت تا ببینن این زن رو و ازش درس بگیرن، تا ایمان بیاموزن، تا ایمان یاد بگیرن؟ ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. ای مؤمنان، مثال میخواید، نمونه میخواید، پیشوا میخواید، زن فرعون آسیه رو یاد بگیرید. چقدر از ماها به خاطر مال دنیا دیمونمون رو و ایمانمون رو فروختیم. چقدر از ماها به خاطر مال دنیا خیانت ها کردیم، جنایت ها کردیم. چقدر از ما به خاطر مال دنیا عبادت رو، اعتقاد رو، خدا و پیغمبر رو، قرآن رو، قیامت و بهشت رو به بهای مفت و ناچیزی فروختیم. ما کجا و آسیه کجا؟ خاک پای او سرمه چشم ما باد. آسیه، بانویی که انسان میلرزه به والله در برابر عظمتش. زبون انسان کم میاره، نمیدونه چطور توصیفش کنه این آدم رو. نمیدونه. میمونه انسان تحمل نمیکنه این عظمت رو. نمیتونه درکش بکنه حتی. این چه دعایی بود؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. خدایا من این قصر دنیا رو نمیخوام. پیش خودت در بهشتت برای من یک قصری بنا کن. و نجنی من فرعون. من از دست این ظالم نجات بده، از دست فرعون و عمله. من از عمل این بیزارم. آدم میکشه، قتل میکنه، گناه میکنه. و نجنی من القوم الظالمین. منو نجات بده از دست این قوم ظالم. این بانو یک روزی دستور میداد در همین قصر. امروز از الله تعالی میخواد تا نجاتش بده از دست این ظلم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که قبل از این که چشم نازنینش از این دنیا بسته بشه و روح مبارک و پاکش به آسمان بره، الله متعال در بهشت قصرش رو به اون نشون داد. این ایمانه و اخلاص. و آسیه دید قصرش رو، اون قصری رو که از الله تعالی خواست. و چقدر این دعا زود قبول شد. و چطور قبول نشه دعای کسی که به خاطر الله دنیا رو، تمام دنیا رو و ثروتش رو و قدرتش رو و شهرتش رو و نعمتهاش رو فدا میکنه. و اگر دعای این افراد قبول نشه، دعای کی میخواد قبول بشه؟ و هنوز هم انشاءالله در امت ما هستن آسیه صفتانی که هرگز دین و ایمانشون رو به بهای ناچیز دنیا نمیفروشن. این دعا قبول شد، در جا قبول شد. و قبل از این که روح مبارکش از بدنش خارج بشه و از دست این ظالمین نجات پیدا بکنه، لبخندی زد وقتی که قصر خود رو در نزد الله متعال دید، همون قصری که از الله متعال طلب کرده بود، و از دنیا رفت. و این صحنه رو الله متعال ثبت کرد در قرآنش. از بس دوست داشت. از زندگی آسیه برای ما این صحنهش درس و الگوست. آسیه رفت اما نامش در تاریخ جاودانه شد تا تمام مؤمنین یاد بگیرن که چگونه ایمان میاره انسان،
که یک زن چگونه الگوی اولیای بعد از خود میشه، که اگر انسان همت بکنه شوهرم نمیگذاره و پدر و مادر نمیگذارن و جامعه نمیگذاره، اینها همش بهانه های پیش نیست. تا به ما درس بده الله متعال با این مثال به ما آموخت اگر خودت بخوای هیچ کسی نمیتونه جلوت رو بگیره. اگر ایمان اومد اون موقع خودت میدونی چی کار باید بکن و من الله هم تو رو تنها نمیگذارم. بهانه های ما همش توجیهات و وسوسه های شیطانی خود ماست و اگر نه، اگر بخوایم میتونیم پاک باشیم، ولی اینکه شوهر انسان فرعون هم باشه. آسیه ما درس داد به همه زنها و دختران امت که یاد بگیرید پاک بودن رو. شما میتونید آسیه باشید و میتونید که قصری رو از الله متعال در بهشت برای خودتون طلب کنید، به شرط اینکه بخواید. امیدوارم که الله متعال ما و شما و همه امت اسلامی رو رهروانی صادق برای آسیه همسر فرعون، اون بانوی با عظمت تاریخ بشر، بگرداند و همه ما و شما رو ایمانی به مانند ایمان آسیه نصیب بکنه. از اینکه تا این لحظه برنامه خود را یاری کردید تشکر میکنم. ان شاءالله در برنامه بعد به همراه شما عزیزان مثال های دیگری از قرآن کریم رو بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد الله یار و نگهدارش. في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت ايامي واحلامي الي في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار